هزاران نفر پروفایل فریلنسری میسازن و 90% هیچ وقت اولین مشتریشانه پیدا نمیکنن. میدانی برای چه؟ چون پروفایلشان شبیه هزاران پروفایل دیگه است. هیچی نداره که یه مشتری رو متوقف بکنه و بگه این یکی رو استخدام بکنم. امروز قدم به قدم با هم یه پروفایل میسازیم که واقعا دیده بشه، نه یه پروفایل معمولی، یه پروفایلی که خودش برات فروش میکنه. پس بشین سر جات، چون یکی از مهمترین ویدیوهای چنله. تو ویدیو اول درباره 6 مسیر درآمد دلاری صحبت کردم برازم. امروز میریم سراغ اولین و در دسترس پذیرترین مسیرش، یعنی فریلنسری. اگه اون ویدیو رو ندیدی، لینکش رو توی کارت بالای همین صفحه براتون میذارم و توی دیسکریپشن هم میذارم. برو ببین، بعدش برگرد اینجا. اما اگه دیدی، بریم سراغ کارمون. چرا اکثر پروفایل‌ها شکست می‌خورن؟ قبل از اینکه بگم چه کار بکنیم، بذار بگم چه کار نکنیم. اشتباه اول، عنوان مبهم میذاریم. چیزی که مثل من در همه چیز خوبم یا فریلنسر با تجربه هستم، این هیچ به مشتری نمیگه. اشتباه دوم، عکس پروفایل غیر حرفه‌ای. نمیدانم سلفی تار میگیری، عکس با فیلترهای عجیب میگیری یا حتی بدون عکس. اشتباه سوم اینه که فقط درباره بیو اون پروفایلتون فقط درباره خودتونه، نه اینکه چیزی از مشکل مشتری رو حل میکنه. اشتباه چهارم هم نمونه کار خالی یا کم کیفیته. هر کدوم از اینها به تنهایی کافیه که مشتری رد بشه و بره سراغ نفر بعدی. حالا بریم ببینیم چطور دقیقاً برعکسش عمل کنیم. انتخاب پلتفرم مناسب. اولین قدم برای فریلنسری انتخاب پلتفرمه. چند تا گزینه اصلی داریم. پلتفرم های عمومی داریم، جایی که هر نوع مهارتی رو میتونی عرضه بکنی، از طراحی گرفته تا نویسندگی تا برنامه نویسی و غیره. پلتفرم های تخصصی هم داریم، مخصوص یک حوزه خاص هستن، مثلا طراحی گرافیک یا برنامه نویسی یا ترجمه. پیشنهاد من برای شروع با یک پلتفرم عمومیه و شناخته شده باشه. با اون شروع کنی، چون حجم مشتری و فرصتاش بیشتره. بعدن که تجربه گرفتی، میتونی گسترشش بدی به پلتفرم های تخصصی تر. نکته مهمی که باید بهتون بگم اینه که هر پلتفرمی که انتخاب میکنی، قوانینش رو کامل بخون. قوانینش رو کامل بخون. خیلی از فریلنسرهای تازه کار به خاطر ندونستن قوانین حسابشون کاملا مسدود میشه. نکته بعدی ساخت پروفایله که قدم به قدم میخوام براتون توضیح بدم. اینجا اصل مطلبه، یعنی داریم سراغ اصل کار میریم. 5 بخش کلیدی هر پروفایل حرفه‌ای رو که باید داشته باشه. یک، عکس پروفایل خوب. عکس پروفایلت اولین چیزیه که مشتری میبینه. باید واضح باشه، نور کافی داشته باشه، فقط چهره خودت باشه، نه گروهی، نه با عینک آفتابی باشه، لبخند طبیعی باشه و حرفه‌ای باشی کلاً. پس زمینه ساده‌ای هم داشته باشه بدون شلوغ، یعنی شلوغ نباشه. در واقع فکر کن داری برای یک مصاحبه کاری عکس میگیری، نه برای یه پروفایل اینستاگرام یا چیز دیگه. عنوان حرفه‌ای، عنوانت باید خیلی حرفه‌ای باشه. دقیقاً باید بگه چی کار میکنی و برای کی. به جای طراحی، مثلا طراح گرافیک، بنویس چیزی مثل طراح لوگو. و هویت بصری برای برندهای نوپا. مثلا میگم هرچی عنوانت مشخص‌تر باشه و تخصصی‌تر باشه، مشتری راحت‌تر تصمیم میگیره که تو دقیقاً همونی هستی که دنبالشه. توضیحات توی قسمت بایو یا توضیحات خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، چون بزرگترین اشتباه ما از اینجا شروع میشه. مثلا من هستم، نمیدونم، نه، اینا اشتباهست. شروع کن با مشکل مشتری. یعنی مثلا میخوای وبسایت توی صفحه اول گوگل دیده بشه، بعد بگو چطور کمک میکنی و در آخر هم یک خط کوتاه درباره تجربه و پیشینت بگو.
قدم اول چیه؟ مشکل مشتری رو بیان کنی. قدم دوم بگو چطور اون مشکل رو میخوای حل کنی. قدم سوم مدرک بیار. تجربه، مهارت یا نتیجه‌ای که قبلا گرفتی. قدم چهارم هم دعوت به اقدامه، یعنی بیا صحبت کنیم، بیا پیام بده تا شروع کنیم. چهارم نمونه کار یا پورتفولیو هست. با این خیلی مهمه. اگه نمونه کار واقعی نداری نگران نباش، میتونی پروژه‌های تمرینی بسازی. مثلا اگه طراحی برای برند فرضی مثلا لوگو بساز. اگه نویسنده‌ای چند تا مقاله بنویس نمونه. ولی اینو بدون نکته طلاییش که 3 تا نمونه کار عالی خیلی بهتر از 10 تا نمونه کار متوسطه، یعنی کیفیت نه کمیت. قیمت گذاری اولیه چطور باشه؟ این بخش که خیلی ها گیر میکنن توش. اینو بهتون بگم که سوال همیشگی خیلی ها هست که قیمتم رو چقدر بگذارم. پیشنهاد من در ابتدا قیمت رو کمی پایین تر از میانگین بازار بذار. نه خیلی پایین که بی ارزش به نظر برسه، فقط کافی رقابتی باشه که اولین چند مشتری رو جذب کنی و ریویو بگیری. بعد از این که چند تا ریویو خوب گرفتی، قیمتت رو تدریجی بالا میبری. ریویو و اعتبار از قیمت پایین مهمتره در شروع کارت. اینو یادت باشه. اولین پیام به مشتری باید خیلی لحن خوبی داشته باشی با مشتری. پروفایل تو ساختی عالیه، اما پروفایل به تنهایی مشتری نمیاره، باید بری دنبالش. وقتی میخوای به یه پروژه دیگه پیشنهاد بدی، هیچ وقتی پیام کپی پیست نکنی. کپی پیست عمومی نفرست. مشتری‌ها رو اینا رو تشخیص میدن و رد میکنن. خط اول توی بایوت بنویس نشون بده پروژه‌شون رو واقعا خوندی وقتی جواب مشتری رو میخوای بدی. خط دوم دقیقاً چطور میخوای کمکشون کنی. خط سوم یه نمونه کار مرتبط بهشون لینک بده. خط چهارم یک سوال بپرس که باعث بشه جواب بدن. این ساختار ساده شانس جواب گرفتنت رو چند برابر میکنه. خب بیا جمع‌بندی بکنیم. امروز چی یاد گرفتیم؟ امروز یاد گرفتیم که پلتفرم مناسب رو انتخاب کنیم، عکس حرفه‌ای بذاریم، عنوان دقیق بنویسیم، بایو مشتری محور بسازیم، نمونه کار با کیفیت آماده کنیم، قیمت گذاری هوشمندانه داشته باشیم و پیام‌های شخصی سازی شده ای رو بفرستیم براشون که کمک بکنه که مشتری جذب بشه. اگه این ویدیو بهت کمک کرد، حتما این ویدیو رو لایکش کن. واقعا کمک میکنه این محتوا به دست بقیه هم برسه. اگه هنوز سابسکرایب نکردی همین الان بزن، چون ویدیو بعدی میریم سراغ این که چطور اولین قیمت گذاری و مذاکره با مشتری رو حرفه‌ای انجام بدیم. تو کامنت ها هم بهم بگو تو کدوم پلتفرم رو میخوای شروع کنی، یا اگه از قبل پروفایل داری لینکش رو بذار تا با هم نگاش کنیم و بهت فیدبک بدم. خیلی خوشحالم میکنی. و یادتون باشه فریلنسری یه دو سرعتی نیست، یه مسیره. اما امروز یه پروفایل ساختی که واقعا میتونه برات کار کنه و اینم بدونید که من حامد هستم و این ویدیو دوم چنل من بود و توی ویدیو بعدی میبینمت. تا اون موقع برو پروفایلتو بساز و بدرود تا ویدیو دیگر.